مفهوم صبر رو خیلی اکثریت علل خصوص خواهرکان خطا میفهمند. چگونه مثلا فکر میکنن معنای صبر این است که یک نفر چقدر تو رو تهمت کند، هم یک نفر چقدر بالای تو بلا آورد، هم تو باید صدا نبراری، آواز نبراری و این صبر است و به این تو اجر میگیری. این صبر نیست، این ترسانچکی است، این خوری و زاری هست، این یک بیچارگی هست. و در ما سخن صحابگان است که نباید مؤمن در جایی که آنجا خور و ذلیل می شود و آنجا خود را گذارد. و الله میگوید درباره همین آیت من به نزدیکی صحبت کردنی هستم و بودم که تا حال وقت برام اجازه نداد که الله میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. هرگز خود را خور و زار نکنید، هرگز خفه و غم زده نشوید و انتم اعلون، سر شما بالا هست، مؤمن سرش بالا هست. آره برای بعضی از یعنی اهل بیت خود، خانواده خود که برای ما دیگر تقدیر هستند، برای بعضی از ناعدالتی هایی که از جهت پدر و مادر می شود، خواهر و برادر می شود یا شوهر می شود، فرزند می شود، به این صبر کنیم خیلی خوب است، اجرش رو هم می گیریم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میگوید الله انسان های صابر اجرشان رو میگیرن. اما معنیش این نیست که یک نفر تو رو تهمت کرد تو صبر کنی. وقتی حضرت یوسف رو به جای مادر بود، یعنی همسری عزیز تهمت میزند که این مرا خودش خواست، حضرت یوسف میگوید نه، این کی بود که مرا خواست، این بود که مرا دعوت کرد، یعنی از خود دفاع میکنن. اصلا من صبر میکنم خیر مرا تهمت کرد نمیگوین. رفع تهمت واجب است که شما، یا مثلا حضرت عایشه رو وقتی تهمت میکنن، اگرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوین که اگر گناهی داشته باشی توبه کن، میگوین من گناه هم ندارم و من توبه هم نمیکنم و من منتظر هستم که خداوند درباره من چی میگوید. یعنی ثابت در جایشان می ایستند و اصلا سرخم نمیکنن. اینجا ما مسئله رفع تهمت یا گفتیم مسئله که تا اندازه که نباید خود را خور و ذلیل و بیچاره کنی و بگویی من صبر دارم. ما صبر نداریم. این صبر نیست، این بیچارگی است، این خوری هست، این ترسانچکی است. صبر همین است که تو هم میتوانی ضرر رسانی، میگویی نه من ضرر نمیرسانم. تو هم میتوانی بدزبانی کنی، میگویی من بدزبانی نمیکنم. تو هم میتوانی شکایت کنی، میگویی نه من شکایت نمیکنم. و چه خیلی گفته بودیم صبر 4 نمود است: صبر برابر عبادت ها، صبر برابری مصیبت ها، صبر برابری مشکلی هایی که با خیش و تبار می شود به همین مصیبت ها داخل می شود. و این چون این صبر برابری دوری از گناه، یعنی صبر رو با ترسانچکی